بریم برگر آنباکس کنیم. به نگاه کنید. نگاه کنید اینو. یه پودر خوشمزه توش بود. اینو هم نگاه کنید. و آخریشو که باز میشد و باز شد و 2 تا از این جرقه ها توش بود که من هر وقت خواستم بخورم روش بریزم و بخورم. بای بای. اومدیم امروز باربیکیو با آنباکس کنیم. بدونه سیزن مینی داره با یه تخم مرغ که رفته روی یه نون. چند تا برگر داره و یه سوسیس. مطلبش بیارم. یه دونه جرقه داره و یه دونه پاستی. یه دونه پیتزا. یه دونه دوباره پیتزا. یه دونه تخم مرغ و یه دونه هم دوباره ایلون. نه حالا ببینم این چی مزه‌ای داره. مسئله خود پاستل میده. مسئله پیزای اینا نمیده. اینو برش بخورم. خیلی سفته. تو بعدش میسیم بخوریم. حالا بسه ندم اینو هم بخورم. بس اینا این بیرقه کشلو کشنسه این مسیح خود زمینی بده. حالا تمام شد. بریم این نوت مزه خودشو میده. خود همبرگر میده. مزه همبرگر. حالا اینو بریم بخوریم. اینم مزه خود سوسیس میده. بای بای. الان میریم اینا رو بخوریمشون. میریم اول تخم مرغ رو میخوریم. چقدر سسته. خیلی خوشمزه بود. حتما بخریدش بخوریدش. خیلی خوشمزه است و منو لایک کنید.